با درود خدمت تمامی دوستان عزیز. بچه ها این قطعه‌ای که من دستم گرفتم سنسور کیلومتر پرایده. خب کار این چجوریه بچه ها؟ وقتی گیربکس میچرخه اینم میچرخه با چرخش این خدمتتون هست شود. اینجا میبینید 3 تا سوکت داریم ما. این اطلاعات از طریق چرخشمون وارد کامپیوتر و کیلومتر نشان دهنده ما میشه. قشنگ نگاه کنید بچه ها، این چرخ دهنده ای داریم که اینو میچرخونه و نشان دهنده ای داریم که توسط این 3 تا سیم به کامپیوتر و نشان دهنده ما ارسال میشه. حالا ایراده ما چیه توی این قضیه؟ یک، صاف شدن این قطعه پلاستیکی، سولفات زدن این 3 تا سیم و سولفات زدن سوکت خروجی. مثل این ما حالا این سوکت اون نوعه، این سوکت اون کهنه است. نگاه کنید این سوکت کهنه رو شما اگه نگاه کنید قشنگ سوکت وسط و سوکت کناری خرابه و توی این حالت بعد از سرویس این 3 تا سوکت و تعویض سوکت ورودی مشکل برطرف میشه. موفق و پیروز باشید.